بی امانتدار مثلا همیشه در هست که ما باید امانتدار باشیم. خود تمام زی پرنسیپ یا دیسیپلینای اسلام است که ما در تمرین عملی خود اونو چیزایی است که ما باید در نظر بگیریم، چیزایی که ما باید که در نظر داشته باشیم و عمل بکنیم به حیث مسلمان. گفت سید جمال الدین افغان گفتن که گفت کجا که رفته بودی؟ گفت چی برای ما گفت میتونی؟ گفته ما بسیار معذرت میخوایم که ما شما مسلمان هستیم. گفت که ما جایی که ما گفت رفتم گفت اوج مسلمان بود، اما در جایی که ما شما هستیم در اسلام هست. یعنی پرکتیس اسلام در اوج بود که ما رفته بودم. کلگی و تا ایران ماندن بزرگ تشریش کرد برش که از اینی خاطر که اینمی چیزی که نیکویی میگن ما اوج دیدم، همین چیزی که خلاصه چیزایی که ما پیشتر گفتم تکرار نمیکنم. از او خاطر منظور من این است که هر زندگی خودش لحظه است. در لحظه‌ای که ما هستیم اونمو لحظه فکر کنیم که باید مفید واقع شویم